وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادر من نام تو چیست و خانہ تو کجاست و درجہ تو چه میکنی؟ برادر من نام من عثمان ابن احمد است و اینجا در دارالعلوم فیض نعمان امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تعلیم دینی حاصل می کنم. شناختن تو چیست؟ برادر من نام من محمد رفیق بن عمر است و خانہ من در نیرانہ است و در ایجابات در دارالعلوم فیض نعمان امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ تعلیم حاصل می کنم. برادر من ترا چند سوال دین بپرسم؟ بپرس انشاءاللہ جواب ای جہد می کنم. فضیلت درود چیست؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرموده است که هر که یک بار بر من درود گویند خداوند تعالی و فرشتگان بر وی او 10 بار درود گویند. نیکترین کارها چیست؟ در مجلس علماء و حکم نشستن و از صحبت ایشا مطمئن شدن. چندہ چیزیں دلیل بزرگی است. 4 چیزیں دلیل بزرگی است. علم را عزیز داشتن، بدرا پنے کوئی دفاع کردن، خشم را فرو خوردن، جواب با ثواب دادن. نشان دوست صادق چیست؟ نشان دوست صادق ای است کہ در نیکی یاری توقع کنند و در بدی تو را مانے آید. فضیلت نماز چیست؟ نماز ستون دین است و ہر کی نماز قائم نمود دین خود را قائم داشت و ہر کی نماز را ترک داد بنائے دین خود را بر انداخت و این حدیث در مشکات شریف موجود است. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آفری آفری حالا در بارگاہ خدا تعالی دعا می کنم ترا و مرا و ہما مسلمان را برا توفیق عمل داد و توفیق عمل خیر داد. آمین. سمع آمین. السلام علیکم. وعلیکم